قیمت هر سکه همستر مشخص شد. بریم با هم دیگه ببینیم. تون کیپر رو باز میکنیم، بخش براوزر دیداس رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه دیداس رو انتخاب کردیم باید کیف پولمون رو به دیداس وصل کنیم و از بخش سواب وارد میشیم و ارز همستر رو سرچ میکنیم. ارز همستر رو که سرچ کردیم تو بخش دوم USDT رو انتخاب میکنیم که ما میخوایم سکای همسترون به دلار تبدیل بکنیم و میبینیم هر 10,000 تا سکه $3 به ما میده. چقدر عالیه این بازی. حتما این پست رو برای هر کسی که میشناسید این بازی رو کرده یا نکرده بفرستین که اونا هم جا نمونن. هر کسی هم تا حالا این بازی رو شروع نکرده از طریق لینکی که داخل بیوی این پیج میذارم میتونه وارد بشه و همون اول 100 میلیون کوین رایگان از طرف